اون مادری که همیشه داد میزنه، همونی که تونتون حرف میزنه، قر میزنه، صداشو بالا میبره. اون تلخ نیست، فقط خسته است. اون یه زنیه که داره بچه‌هاشو به تنهایی با یه روح شکسته و یه قلب پر از عشق بزرگ میکنه. نه استراحتی، نه کمکی، نه سیستم حمایتی که بهش تکیه کنه. اون داد نمیزنه چون دوست نداره، داد میزنه چون دیگه چیزی براش نمونده که بده، چون وزن یه خونه رو شونه‌هاش داره حمل میکنه، چون وقتی پدر هم هست باز اون داره همه کارا رو میکنه، دعا میکنه، جنگ میکنه، فداکاری میکنه. بعضی شبا با گریه میخوابه و بازم هر روز صبح بلند میشه و ادامه میده. خدا پناهشه. بچه‌هاش دلیل زندگیشن، عشقشن. اون تزلزل ناپذیره. اون فقط یه مادر نیست، اون هم مادره، هم یه محافظ، هم یه قلبی که از تسلیم شدن امتناع میکنه. دنبال تعریف و تمجیدم نیست، اما لایق همه، لایق استراحته، لایق اینه که بهش بگی تو کار فوق‌العاده‌ای داری انجام میدی. حتی اگر هیچ کس نبینه، اون در سکوت دعا میکنه، مخفیانه گریه میکنه و به خدا اعتماد، چون خدا تنها قدرتیه که براش مونده، چون ته دلش میدونه که اگه اون بیفته دیگه کسی نیست که همه چیز سر پا نگه داره. اگر مادرت هنوز هست باهات، قدرشو بده. اگر همیشه عشقشو اون جوری که تو نیاز داشتی نشون نداده، ببخش. اون فقط داشت زنده میمون و عشقش راهی بود برای ادامه دادن.